اونموجه استماره شما گره چی شد؟ چی شد اشکو؟ دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم که جور صحتمند و سر حال باشین. هر گوشه و کنار دنیا که هستین بیننده ولاگ ما و ازلم جان باشین که ما بسیار خبرهای خوش داریم و عزیزانی که در هر گوشه و کنار دنیا مسافر هستن و دق آوردن میتونن با ولاگای ما، با برنامه های ما، حتی با محفلایی که میگیریم برشان خوش بگذره، به شرطی که حمایت بکنن، چینل را سابسکرایب بکنن. بسیاری کسا میگن می لایک کردن ویدیو را میگن لایک نمیکنیم، بیا مشکل نیست، هم ویدیو را میبینیم برشان فایده میرسونن. در قدم اول خب بسیار زیاد تشکر از اینکه میبینین ویدیوی ما را، وقت خود برای ما مصرف میکنین. اما ای که لایک میکنین او بسیار نقش داره. مثلا یک ویدیوی ما بازدید میخوره 30,000 یا 50,000 لایکش میبینین 1500 نفر از 30,000 یا 50,000 نفر 500 نفر رو لایک میکنه. بازم بسیار تشکری خاص میکنم از اشخاصی که ویدیوی ما را میبینن. اگر کامنت میتن و لایک میکنن دیگه اینا بیشتر یعنی حمایت میکنن. خیلی عزیزا هستن که ویدیوی ما را که میبینن باز لایک هم میکنن، با خصوص نظر خود همراه ما شریک میسازن، دیگه این برای ما جای افتخار است. قسمی که از تمنیل دوستای عزیز دیدین که ما فعلا ما و ازلم جان در دو پارت تقسیم شدیم. البته این فکر کردیم به هیچ نتیجه نرسیدیم. گفتیم بخیر امروز دوستا شریک میسازیم و دوستا هر نظری که میده، هر چیزی که میگه دوباره باز هم یک برنامه میگیریم که کل نظرهایی که دینه می ویدیو نوشته میشه. خب دوستا البته در هر ویدیو که شما نظرهایتون میتین بر ما قابل قدر است، اما نمیشه که کلگیش بخونیم و مطمئن هستم که شما مقدر وقت ندارین که کل نظرها رو ما بخونم، دیگه این امکان پذیر نیست. بعضی ویدیو هست که این بازای بالای یک کامنت میخوره. خب از موضوع دور نشیم دوستا که این ویدیو را کامنتایش هم میشه دوباره بعد از این برنامه که اپلود میشه خوانده میشه و مهم است متوجه باشین. ما ازلم جان تصمیم گرفتیم که امروز شما شریک بسازیم و شما تصمیم بگیرید که ما چی باید بکنیم. اما پیش از اینکه سر اون موضوع برم باش که دوستا خود گفت ازلم هیچ وقت نمیدی، بفرمایید مایک در خدمتتون. ما هم بنابرای خود سلامای خود تقدیم میکنم عزیزایم. امیدوار هستم که هر جای هستین خوب باشین، خوش باشین. دیگه خوش آمدین باز هم به یک از ولاگ‌های دیگه ما. دیگه قسمی که در تمنیل دیدین ما بخی چی میگن به دو بخش تقسیم شدیم، یعنی دو پارت دو دله شدیم بخی که نمیفهم کدام یکی را زودتر بگیریم و کدامش را بگیریم. دیگه اینال شما حتما نظراتتون در کامنت نوشته بکنین و بر ما بگوین که کدام یکی محفل باید ما زودتر بگیریم. ازلم جان یک کم اعتراف نمیشینی؟ یا ما صبر کن، ما سر میشینم که بعد فریمک معلوم میشه. خب ما یک رقم سرم بدک میخوره. مقصد دوستای عزیز اینجا چیز است، تار است که یگان جایی من تو اینجا رو تار ساخته، این قسم تار شد، مجبور خانه که رفتم با لباسا رو چینج کنم دیگه. خب دوستای عزیز تصمیم ما و ازلم جان گفتم در سوالیه هست، نمیفهمیم که کدامش تصمیم بگیریم. ما میگم هر دویش پیش میبریم. ما میخوایم محفل عروسی هم بگیرم. قسمی که دوستا با خودم و برنامه ما گفته بودن از 1200 نفر 1000 نفرش گفته که محفل عروسی برای ازلم جان بگی، خرد باشه هر قسمی که باشه مقصد برش بگی. امو یوتیوبرها رو دعوت کو، دوستا رو دعوت کو، هر قدر که میتونی افغانایی که اونجا هستن دعوت کو. مقصد یک محفلک بگی که نظر کلیشون برای ما مهم است. اما یک تعداد عزیزای ما هستن که ما یک ولاگ دیگه ماندیم که ما از سریال ماجر تمام شد و دوباره آمدیم به خانه و که فعلا هم در جنجال خانه هستیم که حل هم نشده متاسفانه، که ما هر چی عاجل باید در خانه را پیدا بکنیم، خود جابجایی بسازیم و در شمولش که جابجای شدیم از این دو محفل یک باید بگیریم. گرچه گفتم مردوش بگیریم اما ازلم جان میگه که نه یک میگیریم. یکی از محفل عروسی است
که البته وام ولاگا می داشته باشه، ای که میری لباس عروسی میگیریم، ای که میریم خریداری است، ای که میریم هتل میبینیم یا هر منطقه هر جایی را که به خاطر محفل میگیریم. خلاص الف تا یایش. و یکی هم محفل جنسیت تفلک ماست که البته وام محفل خرد نمیگیریم، محفل بزرگ میگیریم، یک محفل بسیار متفاوت انشالله میگیریم. شما حتما شاهدش خواهد بودین. یگان نوآوری در خود محفل می داشته باشیم. حتی به خاطر ازی البته این ویدئویی که مثلا محفل جنسیت طفل ما را میگیریم درست است که خواستای ما ازلم جان است و ای که بخیر طفلک ما به دنیا آمد او ویدیو را ببینم بفهمم که این پدر جان مادر جانم چقدر مرا دوست داشته و چقدر محفل برام عطا گرفته و اینان. و در ضمن وظیفه ما فعلا ولاگینگ است، ساختن برنامه است و یعنی وظیفه ماست که بر شما برنامه بسازیم و ایره میسازیم و دو برنامه کوشش میکنیم که همه یوتیوبرایی که عزیزایی که اونجا میآیند یک گیم بسازیم در بین همشان و هر نظری که دیگه شما میدین که ما در محفل جنسیت طفلک ما چی کارا بکنیم. یعنی ما خیلی چیزای خوب در نظر گرفتیم که مطمئن هستم خوشتان میاد و تنها با یک کامera هم تصویربرداری نمیکنیم. محفل خاص خود محفل یونت میگیریم که حتی فلایکم دوستا خب بیشترشان میفهمه، یگان تا یک مثلا آگاهی نداره، یگان تا میگن درون هم تیارگک است، از اون میگیریم و چندین تا کامera و یونت کار میکنیم. بالاخره یا هتل میگیریم، ما هتل میگم داخل هتل میگیریم که میریم در جستجوی هتل. اما ازلم جان میگه که در کجا باشه؟ فضای باز باشه، مثل پارک باشه، چون دکوراسیونی که ما در نظر گرفتیم در فضای باز است و در فضای باز بیشتر خوب معلوم میشه. یعنی ما فضای باز دوست دارم. دیگه جان میگه که نه هتل ما خوش دارم، ما در هتل میگیریم. خیلی گفتم موش تو در هتل میگیم، ما در فضای باز میگیریم، دو محفل میگیریم برش. البته موضوعی از دوستا که موضوع هتل و بیرون هتل ما به خاطر از میگم یک جمع است، کل چیز صحیح می باشه. بیرون هم بتونه است که بد باشه. هدف ازلم جان از این پارکا نیست که جای خاصی هست که خاص به خاطر تو محفل ها هست. ما رفتیم سعی کردیم که روزانه به کرایه دادن بشه، جز نانش یا اگر که نان هم گپ بزنی دیدیم تصویرایش انشالله شریک هم میسازیم. باز همی که میریم هتل میبینیم و یا جایی را که برای محفل جنسیت طفلک ما تعیین میسازیم که قسمی که ما گفتم که اون محفل هم کلان می باشه، محفل خورده نمی باشه، او هم هست. او را متوجه باشین که پیش از خود محفل اصلی، پیش از خود برنامه چندین ولاگ ما داریم که خریداری است و این است و آن است و جور کردن امو گیما است. و جالبش که چیزی که هست دوستا، شاید من مطمئن هستم یک تعداد عزیزا شاید باور نکنه، اما این خدا شاهد است که ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، کلمه گوی هستیم، دروغ درم نیسته. ما ازلم جان همیل جنسیت طفل ما را نمیفهمیم، اما دوستای ما که اسمش مریم جان است و همچنان نازنین هم میفهمه. میفهمه. دو نفر میفهمه. خب نازنین فکر کنم میفهمه و در اصل خود مریم میفهمه. خود مریم است و مریم دیگه تنها به نازنین گفته، یعنی دو نفر میفهمه بس، خلاص کس دیگه نمیفهمه. میگه با اون غلط گفتیم؟ میگه با اون غلط گفتیم. خب اینا دوستا سایگا من میگم خاطر گفته بودم به کس نگو، حالا خود ما قشاله میشیم برای ما مریم نمیگه، اما خانه از پروگاندم به نازنین گفته. به خاطر که امروز اگر نازنین هم در لیست بود که کدینا نرفته بود امروز. این حالا چی میگه ما برای زو نازنین هم غلط گفتیم، دروغ گفتیم. اگه دروغ جا پس راست فکر کو. خب اما قصد دروغ میشه. نه اما قصد که فکرش چی میکنه؟ گدوات کرده. که نازنین فکر کنه که راست واقعا راست گفته یا دروغ گفته. این دل نادل میشه اورم. و خود ما بخیر دومو محفل کلانه که میگیریم باز دونه موجه ما و نازنین جان. نازنین کی است؟ خب بخشی هستم. نازنین راستی میگه خب گویندگی میکنه و دادانم میخواستم برم سرش بحث بکنم فکر موجه رفت. ما و ازلم جان اونه موجه استماره شما میره. چی شد؟ रुको जरा सबर करो چی شد اشکا؟ هیچی نخنده میشن او روانی رو میگه. خب دوستان گفی هست که خب زبان از تختایی سگان وقت تق میکنم. میبانی گفت بزنم یا نه؟ گپ بزن.
و اسم ما ازلم جان اونموجه دیگه که در تصویر میبینین هر چی کس اونموجه است دیگه. گرچه گفتیم هم که ما هر دوی ما فرق نمیکنه دختر باشه یا بچه باشه، هر دوش برای ما عزیز است، هر دوش طفل ما می باشه و هر دوش که باشه دوست. هر دوش می مردوش نبه. چون نازنین خود چند بار بر ما تو گفت نه، ما وقتی که نازنین باز میگم شوخی میکنه، میگه نه دیگانه ایست دیدانه است. نه شوخی میکنه. خب هر چی که خواست خداوند باشه، هر چی که رضای الله باشه و اما بر ما همون چیز مهم است، خواست خدا مهم است. خب دوستای عزیز، اینال شما بگوین، شما حتما برای ما بگوین در کامنت های همین ویدیو که ما چی کنیم. محفل آرسی ازلم جان میگه که بعد از اینکه طفلک ما به دنیا آمد و ما هم سبک شوم، آلرم راستی که مثلا 5 دقیقه را بگرده بسیار زله میشه و گشتارش هم بسیار تغییر کرده، عجیب و غریب شده. ایتیت میگه مرده مرغای کاره. خب با همه چون در این حالت طبیعی است، چون کلا گشتار کل چیز فرق میکنه، تغییر میکنه. او به دست خود ما نمی باشه که مثلا با مو حالت که مثلا قبلا بودیم به مو حالت دوباره بگردیم، یا مثلا اندام ما که به مو حالت که بودیم باید باشه نیست، کلش تغییر میکنه. یا مثلا چهره ما کلش در حال تغییر است، یک رقم آدم نمی باشه، هر لحظه تغییر میکنه. و این کسایی درک میکنه که چی میگن مثل خودم باشه. اونایی که مثلا مادر باشن، اونایی که مثلا نمیفهمه باز میگن هر چیز خو خیر دیگه. ما فهمیدیم چرا میگم. ما جوابش میگم. دوستا ویدیویی که ما انداختیم که گفتیم آخرین شب ما در خانه سریال ماجر و اوجا یک چند نفر ازلم جان آزرده ساخته، گرچه ما گفتیمش که نباید دیگه موضوع آزرده شویم با کامنت هر کس. به خاطر ازی که اونجا گفتن که ازلم بدون آرایش هیچ خوبیش نبوده، یا مثلا گفته که ازلم هزارگک است یا چه رقم، یعنی گکش یعنی بیخی فکر آدم میکنه. ما گفتیم و ازلم جان فکر میکنم یک ویدیو جور کرده که حتما در چینلش دیدین. ما براتون گفتم که پیش از این ویدیو نشر شده بود با می لباسای ما بود، چون که یک روز ثبت شده، چون که مطمئن است اول اون نشر میشه با این نشر میشه که در چینل خود گفته توضیحات داده که مرا از گپای ازلم جان خیلی خوشم آمد، چون ما ویدیو را دیدم. ما آمدم ما جای رفته بودم دیدن خانه رفته بودم که آمدم در کمره دیدم که ازلم جان بسیار دلش درد داشته دیگه. گفته که هزاره بودن افتخار است، که بدون شک افتخار است. واقعا مردم هزاره ما و شما همیشه افتخارات آورده برای ما و شما. و همه قدر وقتی که ما در پاکستان هستیم، یا ازلم جان که اولین کشور آمده، ما خود 1-4 کشور رفتیم، اما ازلم جان اولین کشور است که راستی هم که هیچ کس ما رو تا حالا نگفتن که شما مثلا ازبک هستین، هزاره هستین، تاجیک هستین، چی هستین. فقط همیشه گفته شما افغان هستین. گفتیم بله. پس اینمی نکتهش خیلی برای ما با ارزش است، مهم است دیگه. ازلم جان از نگاه ازبک بودن و تاجیک بودنش یا هزاره بودنش گفتم کل قوم یکی هستیم ما و شما، اما دم تذکیرش هم که سعی کنید تاجیک نشته است، اما یک رگ ازبک هستن، مثل که ما هم هستم. ما هم یک رگ ازبک هستم. ازبکی که اصلا ازبکی یاد نداره و چی رقم مثلا ای که پدرم که هست او ازبکی را یاد داره، خوب سعی ازبکی را یاد داره و دیگه زبانم یاد داره، مثل پشتو، مثل زبان هزارگی ما و شما بسیار شیرین صحبت میکنه. شما داخل شهر مزار بودید دیگه اونطوری ما میگیم یک شاید چی میگن اونطوری یک رگ هزارگی چی هزارگی ازبکی داشته باشیم دیگه. این تو اگه تاجیک هستیم، خب هر قوم که باشیم بر ما فرق نمیکنه، چون ما کل قوم خود دوست داریم، کل اقوام خود دوست داریم، چی تاجیک باشه، چی ازبک باشه، چی هزاره باشه، بر من اصلا مهم نیست. یکی خو گفتن است، یکی عمل کردن است. خوشبختانه ما هم تو خدایی در این موضوعات ایجیس نداریم که مردم بگه که والا ای از کدام قوم است دیگه. ما که افغان است دیگه. یعنی چی یکی خو است که در مقابل ویدیو گفتن بشه، یکی که واقعا ما دوستا و رفیقا دارم که هزاره هستن، دوستا و رفیقا دارم که ازبک هستن، همشون میفهمن. مهدی جان که بسیار بچه خوبی است که میدقه نامش در ذهن ما آمد که فعلا ایران است، که رفیق دوست صمیمیم است، هزاره است دیگه. از ازبک هم تو، از پشتون هم تو، از هر کدام قوم، خلاصه در کل افغان. خواه از قضیه دور نریم که مادر گفته ازلم جان مادرها درک میکنه که چرا ازلم جان یک ذره بدنش دستاش پون دیده، یک ذره مثلا وندا میره که خب طبعا خانم باشه مرد باشه، هر قدر که زمان میگذره
او خود عدس داده میره یا تغییر میکنه. اما باز خانما خو در نقطه حساس است وقتی که عمل میگیرن. یک خواهر ما این گپ گفتم، یک خواهر ما باز یادم آمد، گفتن که همین موضوعی از اینکه خانم عامله دار است مادر میشه حقیقت دربارش بحث نکنین، ویدیو نگیرین، بعد از شرم است. من نمیفهم خواهرم چرا کم شرم است، مگم ای که مادر جان خودت به دنیا آورده ای شرم بود؟ ولی خود جای شرم نیست، این خو افتخار است، این گپ خوب است. خب البته شاید ایدیا نظرها فرق بکنه، ما خو خیلی خوش میشیم دیگه، این گپ خوب است. حالا مادرم مثلا بخصوص مادر جان خودم ما افتخار میکنم دیگه وقتی که مرا به دنیا آوردن دیگه. با ای که بگوییم که مثلا مثال مادر آدم خودت به دنیا آورده، قرار باشه مادر ما با کسی دیگه گپ بزنه، این جای شرم است که بگویم ما عمل گرفتیم، این خو افتخار است، گپ بد نیست. خب خیر، همیشه میگم این گپا رو یاد نمیکنم، به خدا دوستان نمیفهم چرا میره. برای من خیلی دوستا زنگم میزنن از آلمان، از امریکا، از استرالیا، از هر کشور نقطه جهان، میگه که یک نفر زنگ زده بود، حتما دست خدا اینجا بالا بکنن، از فکر کنم ویدریش بودن، حامد جان نام خودم آمد از فکر کنم راستی، یا یکی خواهر ما راستی از امریکا زنگ زده بودن به نام اسمشان یادم رفتک، که 1 ساعت 1.5 ساعت صحبت هم کردیم. خواهر که گفتی که پشت میگه پای مردم نگردین و قسم است و قسم است، حتی عصبانی هم شده بودین. قربان قدر محبتتان. بر من گپ منطقی زدن که من باید امرایتان شریک بسازم و من مطمئن هستم عزیزانی که کامنت خوب میتن او پشتیبان این گپ هستن. گفت که حامد جان خیمام من بعد کار میکنیم که تو جواب بدی. گفتم چطور؟ ما هم گفت کامنت بعد میتیم. گفت کامنت نشته میکنیم که دلت رو آزرده بسازه که تا تو او را رپلی خو بسیار گپ دور است که ایج رپلی نه، حتی ویدیو جور کنی سرش که بگویی که این قسم ما هم سعی کنم بگم نه این حالا برام ویدیو جور کرد. یعنی سعی کنم میگه 1200 کامنت گرفتی یا 1200 کامنت در یک ویدیو، مثلا 5 نفر 10 نفر ذهنش فرق کرده، همو ذهنش هر قسم که بوده، همو منطقش هر قدر که بوده، همو به اندازه منطق خود صحبت کرده، یا از گوشه یک گوشه کنار افغانستانی گپ زده که همونجا فکر و ذهن همونجا قید است، با وجودی که من این گپ رد میکنم چون که در افغانستانم از افغانستانم خیلی فیدبک های خوب میگیریم، کامنت های خوب میگیریم، نظرهای خوب میگیریم، اما بعضی نظرها که فرق میکنه بخی که بیرون هم باشه ربط میگیره به منطقش. میگه که کامنت بعد شما در مقابلش ویدیو جور میکنین، همه مایی که اینقدر تعریف میکنیم ریپلی هم نمیشه. یک گپ است عزیزا، این باور کنین که از دل و قلب و جان میگم که کامنت هایتان میخوانم و دوست دارم و او قلبک زدن ما فکر کنین که جواب همه گپتان، یعنی قلبک زدم یعنی دوستتان دارم، یعنی گپ که زدین اوکی دادم. وقتی که قلبک و لایکک میزنم یعنی که گپتان درست است، بیخی صحیح است، و قلبک هم میزنم یعنی که میگم دوستتان دارم. بسیار زیاد تشکر از اینکه کامنت برای ما دادین، یعنی وقت گذاشتین که کامنت دادین. درست است از بازدید ویدیو برای ما پول میه، اما از کامنت لایک ما تشویق میشیم، از این تا پول نمیه. اما مهمش برای ما این است از اون بازدیدم کردن. چرا بازدید مهم است؟ چون روزگار زندگی پیش میره، یک چیز ناچیزی که میه، اما مهمش برای ما هیچ است که شما کامنت میتین و ما انرژی میگیریم، میگیم ببینیم که مردم در مقابل ما چی حس داره، چی نظر میده. پس این خیلی برای ما مهم است و به خاطر ما تصمیم گرفته بودم که دیگه کامنت های بد هیچ در نظر نمیگیرم، یا که بالاخره خودم آدم همه موضوع رو درک میکنه، منطقی صحبت میکنه یا میگذره، یا هیچ که دیدیم که هیچ نمیشه، یگان کس ناشد است هیچ نمیشه، بس ما بلاکش میکنیم. کار ساده از اینکه در مقابلش یک ویدیو جور کنیم جواب بدیم بلاکش میکنیم. ما برای عزیزای مثل شمایی که ما را دوست دارین ویدیو جور میکنیم، برنامه جور میکنیم، محفل میگیریم. باز هم رفتیم در هوا، باز هم آمدیم در زمین. خب البته در دل حضلم جان بود که در برنامه خود گفته. باز هم براتون دوستان میگم یک چینل خود حضلم جان داره، به نام خودش است حضلم احساس. لینکش بازم در این ویدیو من در دسکریپشن هم میمونم، در کامنت اول هم میمونم، بالایش کلیک بکنین و برین حمایتش بکنین، چون که خودش دوست داره و خودش ویدیوی خودش ثبت میکنه، خودش ادیت میکنه دیگه، خودش تمثیل جور میکنه دیگه، احساس مسئولیت میکنه. من خیلی خوشم میاد
از کارهای خانه ولاگای ما یک چیز نیست. تو نیست که چیزی که در اینجا باشه در اونجا هست، چیزی که در اونجا باشه در اینجا هست. نه، از اسلم جان فرق میکنه، اینجا فرق میکنه. شبی که در اینجا ولاگ انداخته میشه باز در چینل اسلم جان اپلود نمیکنه و شبی که اسلم جان اپلود میکنه در اینجا نمیشه. یعنی ما قسم تقسیمات کردیم که یک شب در این چینل هر دوی ما که هستیم اینجا باید برنامه داشته باشیم، یک شبم که زحمتایش خودش کلش هم میکشه در چینل خودش. خب دوستان باز هم سر حاصل موضوع ما ویدیو میفهمم که طولانی هم میشه هر برنامه ما، اما عزیزانی که دوست دارن اونا دوست دارن خوش دارن میگن شما تا عزیزاست که میگه هر قدر گپ بزنین ما دوست داریم خوش داریم که پیش بریم. و خودت اسلم جان میگی که محفل عروسی میگن که بعد از اینکه طفلک ما به دنیا آمد که خیلی دوستام گفته ای تنها گفته اسلم نیست و شب 6 میگیریم یا سالگرد عروسی ما یک محفل لباس عروسی میپوشم اینان. میگه حالا محفل جنسیت طفلک ما رو بگیریم. باز من میگم نه، محفل عروسی رو میگیریم و بعد از محفل عروسی محفل جنسیت که طفل ما رو میگیریم، هر دوش میگیریم. با اسلم جان میگه نه. به این خاطر باز ما یک تملیل جور کردیم، قسمی که شما در می ویدیو دیدین تقسیمات کردم. مثلا یک طرف گفتیم جنسیت طفلک، محفل جنسیت طفلک یا محفل عروسی که خیلی مهم است که شما باید در ویدیو کامنت بدین که دوباره کامنت های شما رو جمع آوری میکنیم که کدامش ما انجام بدیم. چی گفتی؟ بله. اما خب مرد دوستان مگه قضیات گپ میزنی؟ خب بفرمایید خودت گپ بزن. خب ما به خاطر از جنسیت طفل ما را گفتم زودتر بگیریم، چون فعلا ما فکر میکنم شرایط از نیست که مثلا محفل عروسی را فعلا بگیریم. به خاطر از اینکه خودم راحت نمی باشم، آدم محفلم که باشه باید راحت باشی، نه در لباست راحت باشی، در محفل دی که در گشتارت راحت باشی، یا که میری هتل میبینی لباسایت بدلت باشه، هتل بدلت باشه، کل چیز به میل دلت باشه و اینا انرژی کار داره که باید بری ببینی دانه به دانه قدم به قدم کلشه. ولی ما مقدر انرژی ندارم که مثلا برم ما 5 دقیقه که بیرم برم پس مانده میشم، نمیتونم. و لباس گرنگ خو اصلا استفاده کردن نمیتونم. لباس که مثلا در شیرینی خوری سریال که دیدین و را پوشیدیم نمیفهم که نشر شده بفکرم. نه نشده که او را اگه ببینین او بسیار کلام بود و باور بکنین قدر بذاب شدم که بیخیم لباس سرم بد خورد. دیگه به او خاطر من میگم که اول محفل نونوگک ما را بخیر بگیریم، بعد از او بخیر بعد باز محفل عروسی را میگیریم، یا مثلا سالگرد ازدواج ما را میگیریم، یا مثلا یک محفل بعد چی میگن بعد به دخترک ما که دوباره یا به بچگک ما که گرفتیم میگیریم. دیگه توکل ما به خدا. باز هم بگم که این محفل هم که اگر جنسیت طفل شما اوکی دادین، حالا ما دو دل هستیم او را هم کلان میگیریم. یعنی یک محفل میگیریم که شما حتی دیدنش لذت ببرین. یعنی اگر ما 50% به خاطر خود یک ویدیو را میخوایم ولاگینگ میکنیم یا برنامه میسازیم یا محفل میگیریم، حالا باور بکنین این محفل هم معلوم دار که 50% دیگهش به خاطر شما است که شما وقت میگذارین او را در خارج از افغانستان هستین، میفهم خیلی دق میارین و دوست دارین هموطنای خود حمایت هم بکنین. پس 50% کوشش میکنیم که برای شما یک محفل باید بیاید که ارزش دیدن شما را داشته باشه. یعنی اگر طفلیت که جنسیت طفل هم که اگر محفل میگیریم او را هم بسیار منظم مقبول میگیریم، اگر چیز هم باشه، اگر عروسی هم باشه، هر کدامش باشه. و نظر شما خیلی مهم است و این ویدیو دونین حتما به خاطر از اینکه میخوایم نظر کل دوستا را بفهمم. خلاص بله. و این ممری کارت ما تو چنج کنیم غیر اسپید ممری کارت می و این باعث میشه که بعض جاها زبان پس پیشک میشه و این دیدت برای ما مشکل خلق میکنه دوباره است کردن از و بعض جاها حتی جدگه میخورم میپره قیچی میکنیم. باز دوستا فکر میکنه که حتما یک کدام گپ بوده که قیچی کردن، او تو کدام گپ نیست. اسپید ممری که ضعیف می باشه پس پیش میشه، باز ما مجبور میشم که صدا را جور بکنم، باز یک قیچی میخوره. خب دوستای عزیز دیگه همیشه این قسم حمایت داشته باشین. از این بیشتر وقتتون نمیگیرم، با ما باشین. ما خب فعلا قسمی که گفتم جستجوی خانه هستیم، ببینیم که توکل به خدا چی میشه. خودت کدام گفتنی داری؟ بسم الله در خدمت. خب ما قدر براتون میگم ازم دیگه پشت از دیگه پا نگردین که تو از کدام قوم هستی، از کدام قوم نیستین، تو قوم پرستی را بانین. هر کی از هر قوم که هست به خودش هست.
پشت از این نگردین دیگه. با دل درد داره. نه خو یعنی زیاد میشه در برنامه ما که مثلا ما ویدیو اپلود میکنیم باز من این کامنت ها نوشته میکنن. خب گناه بیچاره اکا نیست اینال تو چهره که تغییر کرده حالا چاقک شدی. خب خیر من مشکل ندارم. خب هر قوم که شما مثلا میمانین بلو چی است؟ برو شکر کرد اقل خب میگن که افغان هستین. اگه هزارم میگین، تاجک هم میگین، ازبک میگین، بالاخره باز هم ما افغان میگین. چشم ماست، ما کلش دوست داریم. هزارم میگین، ما قبول دارم. پشتونم میگین، ما قبول دارم. ازبکام میگین، ما قبول دارم. هر کدام شکل میگین ما قبول دارم. ما کلش هستم، می تشویش نکنین. دیگه هر جای هستین شاد باشین. اما قسم بیننده برنامه های ما باشین. عزیزان نظریاتتان خیلی با ما با ارزش است و همچنان در باری ویدیوی ما، مخصوصا این ویدیوی ما حتما نظریاتتان نوشته بکنین چون ما دودله شدیم و نمیفهمیم که چی کنیم. پس نظر شما بر ما خیلی مهم است. دیگه شاد باشین، موفق باشین. خداوند نگهدارتان. دوستای عزیز پیش از اینکه ما خداحافظی کنیم یک براتون بگویم که حالا نگوین که لباسای شما چرا چنج نمیشه. در برنامه قبل هم این بود، در برنامه بود، چون که برنامه خانه پولی هم که میال خلاص شدیم یکی است. اولو میره با برنامه میره که ما گفتیم بیا خیلی این فضا بشینیم و میرم صبر بکنیم که چون که باید هر چی عاجل تصمیم بگیریم. اما البته باید خانه رو اول پیدا بکنیم، دل ما جمع شود که والا فعلا در جستجوی خانه هستیم. به این خاطر لباسهای ما همون چیز است و در ضمن کل لوازم ما اینم تو کلش بسته کردی، کارتن کردگی و در بایکا قلف ماندگی ز خانه می خانم پاکستانی. و این خاطر اتو نمیتونیم که لباس چنج بکنیم. که من اولین چیزی که برای ما مهم است همین است که ما بخیر خانه را بگیریم و بعد از او بخیر غم محفله بخوریم. عزیزتان دارم و همیشه موفق و خوش و خندان باشین. خدا نگهدارتان.